کسایی که تولدشون و عنصرشون خاک هستش. از دلم یه شخصی خیلی بهتون نزدیکه و ادعای دوستی و رفاقت میکنه، میخواد بهتون ضربه بزنه ولی میبینم که نمیتونه این کارو بکنه. تو کارهای اداری و قانونی دارم میبینم دست و پا دارید میزنید که به وعده 3 زمان یا 2 زمان دیگه این کار براتون حل میشه. فوق‌العاده آدمای زیرکی هستید و منظمی هستید و دوست دارید کاراتون رو خودتون مدیریت بکنید. به خاطر همین مسائل شخصیتتون همه چشما روی شماست، پس مراقب این وضعیت باشید. از نظر رفاقت و پارتنر و هم دوست داشتن احساسیتون بسیار آدمای درستی هستید، هم میخواید کارتون رو و احساسیتون رو با هم دیگه داشته باشید. قابل اعتماد و استوار و وفادار میبینمتون.